ببین نیوه تو مزرعه مشغول کار شخم اگر که محصول نمیده که همه جا واسهتون گفتم. شعرهای ایرج میرزا رو تا شنیدین؟ اگر این دهنش باز شه دهن همه ما رو. من یه چند تا شعر خیلی خوب از ایرج میرزا پیدا کردم. یکی زنگ زدم به دوستام، شروع کردم این شعرها رو براشون خوندن و این ریاکشناشون بود که قراره توی ادامه ببینیدشون. بریم که ببینیم. چطوری؟ خوبی آمد؟ خوبی نوبس؟ سلام آقا رضا، چطوری؟ محمد میگم یه چیزی حاجی، شعر پیدا کردم میخوام برات بخونم. شعر پیدا کردی میخوای برام بخونی؟ آره یه شعر باحاله. حالا چی شده اون میخوای به شعر واسه من بخونی؟ حالا بذار برات بخونم دیگه. شعر بخون. در خاطرت مانده آن شب که تو را کردم در گوشه این خانه از خواب خوشت بیدار. گفتم که بخور این را، سرخ است و پر از آب است، این سیب خودم چیدم از آن طرف دیوار. معلوم بود سیبه. آره باغ سیب داشتن. خوردی و خوشت آمد، خنده به لبت آمد، گفتی که بکن حالا تعریف از این دیدار. نظرت در مورد مغز این شاعره چی بود آجی؟ احتمالا ایرج میرزا خونده اینو. آفرین. شعرشو قبلا گوش کردی؟ نه ولی ایرج میرزا گی بوده. جدی ایرج گی بود؟ نمی‌دونستم. بعد دیگه که گی بود یه بچه باز بود. یادش همگی خوش باد، میدادی و میکردم تو درس محبت را، من گوش به این اقرار. به دست مریض. من عاشق تو عاشق، گفتم که بده دادی وانگه فشردم من خب دستان تو را ای یار. دست فشار داده؟ آره دستشو لپاشو فشار میداد بهتر نبود؟ یا دوستشو دستشو فشار داده دیگه. شب بود و نفهمیدی در پشت تو بنشستم، تا صبح تو را کردم هر لحظه دعا بسیار. ببین داشته دعا میکرده عزیز دلم. حال نمیده که شب تاسو باید نگاه کنی. اول فوشه رو میدی بعد زیرش در میاد. ببین بالاخره دعا میکنی یه ثمره‌ای داره دیگه. میگه که آب آمد و رویت ریخت، دقت کن، آب آمد و رویت ریخت، فنجان چپه شد یکدم از دست من بیمار. سندروم دست بیقرار داشته. آفرین دوست داشتم. انگشت خود آوردم کردم همگی سیخش، تا بهر تو برچینم یک شاخ گل تبدار. گل میخواسته بچینه. اخی چه رومانتیک. در دستت نسپرده تو داد زدی ای وای، گفتی که بکش بیرون از ناخن من این خار. ببین بالاخره گل میدی. چون پرده به بالا رفت تو داد زدی دردم، بیرون همه روشن هست از نور چراغ انگار. این وسط ها اسم کنم یه چیزی انداخته وسط. آره حالا گفتم که برو آنور برگرد و بکش پایین از پنجره آن پرده، کی نور دهد آزار. سربازی کسخلت کرد. آن شب خوبی بود، هی کردم و هی دادی، من گریه برای تو عشق به این دلدار. نظر شما راجع به این شعر چی بود؟ خیلی فاخر بود. خیلی استریمی؟ من استریم نیستم. هی داشتم جنوب میشدم شق درد میگرفت. یه زنگ بزنم یه نفر. بکی؟ اصلا این شعر رو خوندی یه جوری شده. هی یهو داشتم تحریک میشدم بعد یاد خدا میافتادم. آها زنگ بزنید به کی؟ what the fuck؟ زنگ بزن امشب برنامه بذاریم. آقا بچه شما که در جریانید این شعرها همش معنی چیز داره، همش معنی عرفانی داره. اینا همش